مثل که دکتر علی شریعتی یک عالم ایرانی است و چی میگه؟ میگه والله ایران که تباه کرده مولای دالخور و پلوخور و اسقاط خور و خیرات خور و شوله خور. این گفت تباهی ما کرده که نمیگذارن مردم عقیده یکتا پرستی و توحید یاد بگیرن. تمام روز مصروف اینمی هستن که آیا اسقاط جایز است؟ آیا چیز است؟ ابی اسقاط که بیخی جایز هم باشه بر یک عالمی که ما ولدم دوره که ششته باشم و دو بین مجلس بشینم با یک نفر یک نسواری بخیزه برای من یک دانه صدی بیای بتا و ما کلیم خمسی قسمی اینمیز ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین برای عالم دین اسلام که جانشین پیغمبر است برای جایز است که در این دوره بشینن و خیرات بخورن. اگر جایز هم باشه برای 4 تا مسکین و فقیر است برو برای زو بده. اما تو که با این عبا و با این ریش و با این بزرگیت میده مجلس میشینی والله امی بی عزتی به قرآن است، بی عزتی. عالم شعائر الله است. کسی که به یک عالم احترام میکنه به یک شاعری الله احترام میکنه و تو عالمی که خود ذلیل میسازی به خاطر ازی که صدر په اسقاط بگیری تو باز میگی تو چطور جانشین پیغمبر هستی؟ علمای ما را که ذلیل ساخته دوره اسقاط ذلیل ساخته. والله من که بیشینم در دوره اسقاط یک وقت خورترک به مرا بازور کش میکردن بشی یک پنجایی بگه آخر من روی خدا پت میکردم دل ما سیاه بوده که از اینمی اسقاط و اسقاط خوری تا بالاخره فهمیدیم که کلش به عزتی به علمای اسلام است، به عزتی به عقیده اسلام است. به خاطر بر یک عالمی که خود در مسند پیغمبر میشناسه. پیغمبر میگه ید العلیا دست بلند بهتر است از دست گدایگر خیرات خور اسقاط خور کردن. دست بلند است از گشنگی بمر. غلام همت والای بابا خارکشم که بار خار کشد و منت دونان نکشد. حاتم طایی میگن پرسانش کردن آیا از خود که بلند همتر دیده ای و یا شنیده ای؟ گفت شنیدیم. گفت کی است؟ گفت یک وقت در یک صحرا برآمده بودم 40 شتر قربان کرده بودم. در صحرا برآمدم که یک بابا خارکش است. پرسانش کردم که ای بابا خارکش چی میکنی؟ گفت رفتم از کوه خار میکنم میرم دانه 1 روپیه نیم روپیه در بازار میفروشم و نیم دانه نان میخورم. میگه پرسانش کردم چرا به مهمانی حاتم نرفتی که 40 شتر قربان کرد؟ گفت هر کنان از منت خیش خورد منت حاتم طایی نبرد. چرا منت از او را ببرم؟ چرا یک عالم اسلامی دستش دراز باشه برای یک رشوت خوری که رشوت میخوره با 100 روپیه برای او خیرات میته و اسقاط میته و در مجلس از او میشینه؟ چرا پیسه چه اوسو نمیپرته؟ چرا از گشنگی نمریم؟ والله شرف است برای یک عالم اسلامی که از گشنگی بمره لکن در دوره اسقاط نشینه، از گشنگی بمره در خیرات نشینه، با عزت زندگی بکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و چرا 2 تا سنگ در شکم خود بسته کرد؟ به خاطر که بر ما بفهمونه که اینم تو 2 سنگ از گشنگی در شکمتان بسته کنین لکن آبروی عزتتان، آبروی اسلام، آبروی علمای اسلام پیشکش نشین. چرا گپ علما را امروز در افغانستان نمیشنوه؟ به خاطر ازی که همیشه خان، نسواری، لچک، چلمی او سر عالم حاکمیت کرده. عالم نبوده که کت بکس در دانش بزنه بگه بد کردی تو خان، غلط میگی تو خان، رواج تو غلط است، این رقص که در عروسی است این غلط است، این سازندگی در عروسی تو کس این غلط است، این دخترت که در چاره ایستاده میکنی این حرام است، این ناروا است، این حماقت است، دعوت به زنا است. برش گفتن نمیتونه. خدا چوب گرفته به خاطر چی که خان صاحب 100 روپیه برام میده.